حل مسئله و تسلیم شکایت نامه. به موجب قانون مصرف کننده استرالیا Australian Consumer Law، مصرف کنندگان حقوق و مسئولیت هایی دارند. وقتی کالایی را می خرید، این تضمین وجود دارد که کالا همان گونه که مقرر است کار کند. اگر از نظر کالا یا خدمات مشکلی دارید، اول سعی کنید که مشکل را با فروشنده حل کنید. اگر می‌خواهید فروشنده کالا را تعمیر یا تعویض کند یا پول شما را پس بدهد، فراموش نکنید که رسید خود را همراه ببرید. اگر کالا عیب عمده‌ای داشته باشد، حق انتخاب یکی از راه‌های فوق با مصرف کننده است. اگر عیب جزئی باشد، حق انتخاب با فروشنده است. اگر با فروشنده‌ای مشکلی دارید، می توانید از طریق آنلاین یا ایمیل شکایت نامه بدهید یا به نزدیکترین سازمان حمایت از مصرف کننده Consumer Protection Agency در ایالت یا تریتوری خود تلفن یا شخصاً مراجعه نمایید. سازمان حمایت از مصرف کننده Consumer Protection Agency می تواند به شما کمک کند که مشکل خود را با فروشنده یا تولید کننده حل کنید. هر ایالتی در استرالیا قوانین دارد که از حقوق شما به عنوان مصرف کننده حمایت می کند. وزارتخانه‌های دولتی مراقب این قوانین هستند.